رئیسی جلاد در کرمان مدعی شد که همه وعده‌هایی که توی یک سال گذشته داده عملی شده. در گفتگوی امروزمون میخوایم ببینیم که این ادعا چقدر واقعی هستش. بابک به نظر تو این ادعا چقدر واقعیه؟ اول قبل از ادعا راجع به خود رئیسی بگم، رئیسی چون زیستگاهش مثل جانورا میگم، مثلا زیستگاهش جنگل‌های شرق اوگانداست، چون زیستگاهش تو رژیم از اول تو شکنجهگاه‌ها بوده. البته بقیه هم همینجوری بودن، منتها بعضن اومدن بیرون رفتن کارهای دیگه. مثلا اصلاح طلباش دهه 60 شکنجهگر بودن، دهه 70 شدن خبرنگار، ولی این از اول تو شکنجهگاه بوده، از زیستگاه خارج نشده. یه بارم تسلط پیدا کرده به انواع شکنجه. یکی از شکنجه‌ها اینه که میتونه با حرف زدن مردم رو شکنجه کنه. یعنی تو وقتی صحبت رئیسی رو گوش میکنی انگار داری کابل میخوری. و رئیسی دیگه سقف هم نداره. خوب این صحبت رو از زبون خودش بشنویم تا بفهمیم که وقاحت و این که میگیم با زبون شکنجه میکنه یعنی چی. بله. آمار نشون میده که از ابتدای کار دولت تا امروز اون چه وعده کردیم نسبت به رفع بیکاری و اشتغال و ایجاد اشتغال در سال اول به حمدالله تحقق پیدا کرده. نسبت به ایجاد مسکن کار در تمام کشور رقم خورده. امروز 1,250,000 مسکن در حال ساخت و سازه. بله بابک، این دیگه واقعا سقفیه تو بیشرمی. بله واقعا سقفه. رگبار ادعا میگه، همون گفتم با صحبتش یعنی کار کابلو میکنه، چقدر زجرآور صحبتاش. حالا جالبه این خرداد ما رفته شهر کرد گفته مسئله آبتون رو حل میکنم. روز سه‌شنبه در جریان بودید، مردم شهر کرد بعد از 9 روز بی‌آبی ریختن بیرون. میخوام بگم حرف و عملش عین کابله یعنی این. حالا برای اینکه این موجود رو آنالیز کنیم باید بریم کارگاه خلقت، چون نمیشه با 200 سال قبل هم وارد آنالیز. یعنی اینقدر باید بریم عقب؟ بله دقیقاً. ببین یه نظریه هست، نظریه اثبات شده، میگه انسان و حیوان 90% دی ان ایشون مشترکه. یعنی هر انسانی با هر حیوانی 90% دی ان ایش مشترکه. تفاوت تو اون 10% است که انسان بیشتر داره. بله متوجه شدم. یعنی میگی که اون موقع که تقسیم میکردن از اون 10% یادشون رفته به رئیسی بدن، نداره کلا، فقط به اون قسمت 90% حیوانی کار میکنه. کارگاه خلقت که حساب کتابش بیشتر از اینه که یادشون بره. 3 تا فرضیه است. یکی اومدن این 10% رو به رئیسی بدن، این پیوندای اعضا هست، بدن قبول نمیکنه، سیستم رئیسی قبول نکرده، پس زده بخش انسانی رو. یکی که اومدن بدن دیدن خب این که استفاده نمیکنه، چرا بار اضافه بزنن، منصرف شدن. یکی دیگه اصلا خود رئیسی اومده گفته آقا من با همین 90% مثلا حله، اون 10% بلا استفاده میمونه، برای منم بار اضافیه. بله حالا هر کدوم از این تابلو هم باشه اون 10% انسانی رو نداره. نه تنها اون 10% انسانی رو نداره، اون 90% حیوانی هم در حد حیوانات وحشی گرفته، یعنی کامل اون حیوانی رو هم نداره. من حیوانات نجیبو باز نداره، نجیبو نگرفته. اما حالا به نظرت بابک با توجه به که این عقل و سواد درست حسابی هم نداره، این 6 کلاسه، خوب نیست حرفاشو بره یک دور قبل از اینکه بگه با یکی چک بکنه، تنظیم بکنه؟ خب با کی چک بکنه؟ چون کنار دستش همون آدمایی ان که اون 10% مثل خودشن. ببین آخه دور و برش آدم درست حسابی نیست که بره چک کنه. خوبه برای اینکه بفهمید چرا نمیره چک کنه، یک کلیپ از یکی از آدمای مثل خود رئیسی ببینیم تا بفهمی که چرا نمیره با بغل دستش چک کنه. دستاوردهای جمهوری اسلامی در این نیم قرن قابل احصا و شمارش نیست که برخی از آن دستاوردها شبیه معجزه و برای خود ما هم ناشناخته و بعضا نامفهوم است. بله این واقعا دست بالای دست بسیار است. دست بالای دست بسیار است، مثال دنیای آدمیزاده. باید بگی وقاحت بالای وقاحت. ببین قدیم میگفتن تجزیهش خوبه مرده‌شور ترکیبشون میبره، در مورد آدمای رژیم باید بگن مرده‌شور هم تجزیهشون هم ترکیبشون. برای اینکه این مثال رو من باز کنم چرا اینا با هم ترکیب شن، از هم کم میکنن زیاد نمیکنن، یا جواب سوال شما رو بدم چرا نمیره بپرسه. ببین 2 به اضافه 2 میشه 4. میخوام یه مثال ریاضی بزنم. 3 به اضافه 2 میشه 5، یعنی اضافه میشه. اما این مال محدوده اعداد طبیعی، یعنی اعدادی که آدم‌ها سر کار دارن. مثلا ما بریم تو بازار میگیم آقا 2 کیلو مثلا گوجه فرنگی بده. اما تو ریاضیات وقتی به اعداد منفی میرسی دیگه اینجوری نیست. منهای 1 با منهای 2 میشه منهای 3. منهای 3 هم از منهای 1 کوچیک‌تره هم از منهای 2. یعنی آدمای رژیم قانون جمع شدنشون اعداد منفیه، وقتی جمع میشن کمتر میشه شعورشون، بیشتر نمیشه. ببین این مثالو من از یک چیزی که تو مجازی برای حاجی‌زاده و سلامی ساختن میزنم، چون میدونی سلامی که سردار بادبلوف خامنه‌ای، حاجی‌زاده هم سردار قمپوز. توی مجازی برای ترکیب شعور این دوتا یه مثال ساختن، مثال مجازی، ولی مطمئن باش در عالم واقع هم شعور، مجموع شعور سلامی و حاجی‌زاده اگه کمتر از این نباشه مطلق بیشتر از این نیست.
میگن که یه روز حاجی زاده سلامی به حاجی زاده گفته یه طرح بده که زیردریایی آمریکایی رو بگیریم. حاجی زاده هم رفته فکر کرده گفت خب یه طرح داده که آره میریم در زیردریایی میزنیم زیر آب، برادران بسیجی به خودش تق تق میزنن، بعد که آمریکایی‌ها باز میکنن آب میره و زیردریایی غرق میشه، زیردریایی میگیرن. سلامی خیلی به هم ریخته گفته این طرح چه طرح احمقانه ایه، این چه طرحی دادی؟ تو میگی اشکالی که سلامی به این طرح گرفته چی بوده؟ والا با توجه که اینا تو بلاحت رکورد میزنن دقیق نمیتونم بگم. بله واقعا نمیشه، چون دائما در حال رکورد چگنی اند دنیای واقعا. گفته که بابا این حاجی زاده بیشور نمیدونه که آمریکایی‌ها خب از پنجره نگاه میکنن، اگه بسیجی باشه درو باز نمیکنن تا آب بره. یعنی اینا وقتی گفتن با هم دیگه ترکیب میشن، خروجیش یه همچین چیزهاییست، هیچ موقع به هم اضافه نمیکنن. تازه خود رئیسی دیدید که خامنه‌ای میگه این شیرینیه، یعنی توی هم کل این آدمای رژیم ببین چیه که برگزیدهشون از نظر خامنه‌ای، این میگه رئیسی که شیرینیه، این زهر حلاهل رو تشبیه میکنه به شیرینی برای خودش. ببین دیگه بقیه چه آدمایی هستن که این زهر حلاهل برای خامنه‌ای جزو شیرینیاشه. امیدوارم تونسته باشیم یک تصویری از ادعاهای رئیسی و وضعیت، آخرین وضعیت ذهنی و عقلی رئیسی و دوستانش رو داده باشیم. بله حتما که تونستی. به قول خودت هم مرده‌شور تجزیهشون رو برن و هم ترکیبشون رو، مرده‌شور کل نظامشون رو ببرن. خب دوستان عزیز، برنامه پیک شادی رو همراه با شما ادامه میدیم.